هیچی. من چی میتونم بگم؟ من نمیدونم چرا بد شانسی. یه بار، دو بار، سه بار، 4 بار، 5 بار. نمیدونم مردم با چه گناهی کردن. نمیدونم، فقط امیدوارم که صعود کنیم، حالشون خوب بشه. مردم ما حقش خیلی بیشتر از این حرفا، خیلی. ما جون کندیم، اصلا مهم نبوده امروز بمیریم، هر اتفاقی بیفته، فقط دلمون خواست مردممون شاد بشن. نزدیک 3 ماه داریم میجنگیم بدون یک توقعی، هیچ چیزی از هیچ کسی ما بازیکن‌ها نخواستیم. این بازیکن‌ها تک تکشون خیلی با شرفن، فقط به عشق مردم اینجوری تلاش کردن، دویدن که دلشون نمیدونم چرا نمیشه. فقط امیدوارم که صعود کنیم، فقط امیدوارم که حق ما، خیلی بابا فوتبال به این خوبی بازی کردیم، نمیدونم چرا. مردم ایران ما خیلی دوستتون داریم، ببخشید. فقط میتونم بگم ببخشید. همه بچه‌ها شرمنده ایم. ما خیلی خوب فوتبال بازی کردیم ولی نمیدونم چه مونه. امیدوارم شما که لایق بهترین هستین تو این دنیا، امیدوارم به حقتون برسیم و امیدوارم که ما صعود کنیم، بتونیم ذره دلتون رو شاد کنیم. خیلی خیلی مخلصیم. خیلی رامین، کل استادیوم همین الان داشتن اسم رو صدا می‌زدن، آخرین لحظه خیلی فشار آوردیم. نظر رو آخرین لحظات؟ میگم اصلا من نه، همه بچه‌ها از جون و دل تلاش کردن، از جون و دل فشار گذاشتن. میگم ما سزاوار بردن بودیم امروز. از تک تک دیدی که وقتی آفساید گفت بچهای مصر چجوری خوشحالی می‌کردن، ته قلبشون انگار برده بودن ما رو. تبریک میگم به بچه‌ها، تبریک میگم به کادر فنیمون که لیاقتشون خیلی بیشتر. ما ایرانی‌ها هیچ چی کم نداریم و امیدوارم که صعود کنیم، فقط آرزو میکنم.